سلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر شادی باشد. امیدوارم که همتون خوب و تنسیت هستین دوستانم. ساعت مده 8 سحر ما کار در رفته استم. انمو کارخانه که میبینین ای خونه قدوره 10 مینوت راه. امجا میرم کمنتا را عبورکه میکنم. با میام خونه نو برامده استم ای خونه. подписчикое که نه در کانال ما ابونه شدگیم. بسیاری پرسیدن که اپا شما چی کار میکنین و در کجا کار میکنین. 5 سال میشه و ما در همینجا کار میکنم. او بارچسته و پاور کار میکنم. و بسیاری دخترها پرسیدن که اپا شما چند ساله هستین، چند کودک دارین. ما 26 ساله هستم، صاحب 2 فرزند. قریب 5 سال میشود در همین شهر تولسکی اوبلاست زندگی میکنیم. همراه شوهرم، همراه فرزندام. بسیاری ها سوال کردن که خانه او در ایختون ای، خانه او تون خنگ نیست ای. نصیب در ولاگای آینده خانه او را پول سیونکه میکنم و در بارش گپ میزنم که خانه ایختمون هست یا که نیست. خانه ها گرمه خنکه. بسیاری ها گفتن خانه های تختگی خنگ نیست ای. نصیب همشه شما در گپ میزنم. نه ما رفته استم راه کم کم گفتم شما در نشانتیم. به نهایت برف بلند زدگی راه را توزه کرده بودن با برف برده استه کمی 1 هفته دیگه موندگم خنکیشه با روزا با گرمی زدن میگیره. نمیخواد دوستانی عزیز اینجا میام کارخانه اگر که جزیری بد باشه وقتی ما 1 ساعت میگذره در اینجا. اگر که با تازه تر باشه مثال نیم ساعت 40 مینوت میخواد کارم کرده میشم با برمیگردم خونه. اینا ما قریب رسیدم. اینه درونای تخته در گل بود، گل میکردن. اینا آمدم اینجا را رفته استم. اینجا اون که گلیمو در نظر تونم میخواه و جزیر میتوه. اینجا با پاپوشیاشون میبرن. اینجا تریزای توالت های این میخواه یخ کردگی ای درون تا حتی آوای امی و توالت ها یخ کردگی شوا اتیپلینی میمونن کنوشنیده سیرونا با انمخه یخ میکنن. کارام کرده شیدم. اومدم راست خونه ندر اومده پیشی مالا اومدم. گفتم روم مالا من یک خبر گیرم او اوقا داشته باشن. اومدم خبر گرفتم علف داشتیم او نداشتیم برای که سهر که اوقات میتیم ساعتای 7 اوقاتا که میخرم با سرزه او میخرم اوشونه تمام کردیم. با نصیب خونه که آمدیم یا چای خوریم چای سحر با یاده همشه قریب عبید میشه با او علف میتیم. اینه میخواه دوستانی عزیز بسیاری ها با پرسیدن که مالا ایختونه یا که ای همی ویه یا که میخرین. مالا ایختمونه. ما 4 سال 5 سال پیشکی آمدیم. اینجا در 1 دانه 2 دانه بوز هم خیلی بود با خدمون همیخواه دوام دادن گرفتیم. 1 دانه 2 دانه بوز با 1 بره 2 بره خریدیم. همیخواه سال یکم همی 1 بوزه که کلان بوزی کلان بگم 3-4 تا بچه کرد. بگم که ای 3 بوز 8 تا بغزاله گرفتم با همیخواه دوام دادن گرفتیم. پیش مرغا آمدم یاده آوی گرمه گواردم ای خونه 5 لیتر همی آوی گرمه میاره میریزیم شون سهر و عبید دیگه آوی گرمه سویتاشون گیران دراشون دوای پرده کشیدگیم ادیال خجاشون هم گرمه جای مرغومه. نمیخواد دوستانی عزیز اینجا باشه با آمدم خونه برای عبید فکر کردم چی کنم که فرشی تیار داشتم. فرش بگم که ای مرغم هسته ای گوسپندم هم خیر روغن پاغن یک جای کرده فرش تیار کرده بودم. بعد یاد پیاز ریزه کردم پری پراو انداختم. یعنی نیم قاشقچه
کورکومه انداختم، نمک، پریپاوی هر خیلی بود انداختم، پاپریکا و پرچ هم خیلی اینجا باشد. 2 قاشق پنیر سوخاری انداختم، همه شخص رو یک جای. اینم دوستانی عزیز همش با این طرز تیار میکنیم. دستمون کم کم آب میکنیم، بعد در چوبچه ها میکشیم بگم. بگم که هر روز کاری ما همیه، سحر و عبید دیگه ما برای بچه ها را خود میکنم. خیلی که میدونیم که روز خیلی که خیلی میاد اوقات میکنم. جا باشه روغن ما گرمی بعد چیده بود، روغن بلندی بعد نمیپزیم. من خیلی همش سرخ کرده میگیریم. اول 4 تاشا سرخ کرده گرفتیم، بعد 4 تای دیگه شد 2 پاراشا سرخ میکنیم تا یا سرخ شدن ما کارتوشکا وای میکنم، میکنم کارتوشکا میکنم با کم تر دیگه گریچکی میکنم. گریچکی را نمیدوشونم برای که بچه ما یگان گریچکی دوشوندگی ها نمیخورم. گریچکی ها کتی همی پیاز و سبزی رنگی گریچکی اش میکنم. اینم خیلی دوستم. و دیم بورش انداختم، 4 تای دیگه شه 8 کردم. اینجا باشه کچکو را پوست کردم و کمتر نمک، مرچ انداختم، پاپریکا انداختم. اما روغنه که کبابا را بیرون کرده گرفتم، ده همه روغن بیرون میکنیم. کارتوشکا را 2 طرفش سرخ میشه میگیریم، خیلی بیرون شده. خیلی که میبینیم روغن بیزه شدگه و او را کباب را بیرون کردم. سرانه روغن سیاه شدگه. من خیلی پولنی کارتوشکا را بیرون کرده برداشتم، روغن گرفتم و در اینجا 100 گرم روغن انداختم. ابرا نده سکروتکا کارتوشکا را پولنی تاو چیندم، کباب را بالش موندم. 100 میلی گرم دیگه نیم استکان بگم آب انداختم. اکو کریشکش هم میپوشنیم خشرو علوی پس در میمونیم تا تیار شدن شد. مثل 40-45 مینوت خیلی مایده مایده جوشیده است. با قفایی وای میشیم گریچکی میشن. گریچکی را بسیار نمیکنم، یک نیم استکان گریچکی میگیرم. گریچکی را رنگی آش تیار میکنم برای که جوشاندگی را نمیخورم. نمیخواه کبابای ما هم تیار شید. اکو میگذاریم با لالیودا تقسیم کردم با بچه ها را با خودمونه. نمیخواه دوستانی عزیز بسیاری سوال میکنن که اپا شما چند نفر هستین؟ اقا اوقاتی بسیار میکنه. شکر خداوند ما 8 نفر هستیم، 4 تا بچه های کاریگر، 4 تا ما کتی کودکامون و شوهرم. بچه های بیگانه نیستن، هیورم دیگراش بچه های قای سینگلمن. دوستانی عزیز رحمت برای دستگیریتون، رحمت برای گپای خوبتون. در پناه خدا باشید. خدا نگهبانی همه شما باشد تا ولاگای آینده.